چرا همون اولش بهم نگفتین دقیقاً چی کار با موهام میکنه؟ من فقط گفته بودم یه روغن بهم بدین که موخوره هامو از بین ببره. این پیام یه دختر خانمه که امروز به دستم رسید. داستان از این قراره که الان دقیقاً 1 هفته است این روغن به دستش رسیده و امروز با عصبانیت و یه لحن شاکی پیام داده که چرا بهم نگفته بودی این روغن دقیقاً چی کار با موهام میکنه. منم از شدت عصبانیتش خودم واسه یه بحث طولانی آماده کرده بودم. از اون طرفم داشتم فکر میکردم یعنی این روغن با موهاش چیکار کرده که راضی نیست ازش. وایسشو که باز کردم گفته بود تو به من گفتی این روغن واسه رفع موخوره هام خوبه، ولی من الان دقیقاً 1 هفته است دارم ازش استفاده میکنم. یه جوری موهامو صاف و نرم میکنه که من تو این 1 هفته اصلا موهامو اتو نکشیدم، ولی تیر خلاصی رو اونجایی خوردم که دوستم امروز داشت موهامو میبافت، یهو در اومده بهم میگه عطر مو چی میزنی انقدر موهات بوی خوب میده. همونجا فهمیدم که چه باختی دادم. آخه تو اگه از همون اولش به من گفته بودی این روغن چقدر به سالم شدن موهام کمک میکنه، من همون موقع 2 تا سفارش میدادم که الان لازم نباشه دوباره هزینه ارسال بدم. ولی خب حالا عیب نداره، لطفاً 2 تا واسم بفرستید. یکی برای خودم میخوام، یکی هم میخوام هدیه بدم به دوستم. منم که خیالم راحت شده بود از اینکه راضیه 2 تا واسش فرستادم، ولی بدون هزینه ارسال، چون هم میخواست به دوستش هدیه بده، همین که دیگه ازمون شاکی نباشه.